اگه تا حالا وسط ساخت ماکت دانشجویی متوجه این شدی که مقیاس ماکت تو اشتباه انتخاب کردی، این ویدیو میتونه 2-3 روز از وقتت نجات بده. اصلا مقیاس چیه؟ مقیاس یعنی هر 1 سانتیمتر روی ماکت برابر 1 متر در واقعیت هستش که البته این در مقیاس 1/100. هرچه عدد دوم در مقیاس بزرگتر باشه، ماکتمون کوچیک‌تر و با جزئیات کمتری ساخته میشه. بهترین مقیاس برای ماکت‌های دانشجویی مقیاس 1/100 هستش، چون بین اندازه، جزئیات، زمان ساخت و هزینه تعادل خوبی رو برقرار می‌کنه. ولی بازم انتخاب مقیاس بستگی به ابعاد پروژه شما رو داره. در پروژه‌هایی مثل مجتمع مسکونی، مجتمع تجاری، موزه و هتل، مقیاس 1/500 بهترین مقیاس برای ماکت دانشجوییه. اشتباهات رایج دانشجوها در زمان ساخت ماکت، اولیش اینه که یه مقیاس خیلی بزرگ انتخاب میکنن و ماکتشون نیمه کاره میمونه. دومیش انتخاب مقیاس خیلی کوچیکه که باعث میشه جزئیات رو از بین ببرن. سومیش یکسان نبودن پرسوناژ، درخت‌ها، ماشین‌ها با خود ساختمون. و چهارمیش اینه که میان با یه جزئیات غیر ضروری ماکتشون رو خیلی شروع میکنن. در نهایت هیچ مقیاسی بهترین مطلق نیست. بهترین مقیاس برای هر پروژه مقیاسی است که بتونه ایده اون پروژه رو به صورت تمیز و واضح نشون بده.